کنسنتراتسیا چیست؟ کنسنتراتسیا گفته مقدار ماده حل کرده شده را در محلول می نامند. کنسنتراتسیا اینچنین کنسنتراتسیای فائزی و مالی می شود. کنسنتراتسیای فائزی گفته نسبت به ماسه ماده حل کرده شده به ماسه محلول می نامند. آن را با S فائز ifade می نمایند. کنسنتراتسیای مالی گفته نسبت به مقدار ماده حل کرده شده یا حل کننده را به مجموع مقدار همه ماده هایی که محلول را تشکیل می دهند می نامند. تیتر چیست؟ تیتر گفته چنین طرز ifade کنسنتراتسیای محلول را می نامند که وی مقدار گرم های ماده حل کرده شده را در 1 میلی لیتر محلول نشان می دهد. تیتر را با ت اشارت می کنند. نظر دیسوسیاسیای الکترولیتی را کی کشف نموده است؟ نظر دیسوسیاسیای الکترولیتی را خیمیکی شویتساری ارنیوس کشف کرده است که موافق آن در محلول های ماده های جریان الکتریکی را گذراننده ایون های مثبت ذره‌ناک کاتیون ها و منفی ذره‌ناک انیون ها موجودند. الکترولیت ها چیست؟ الکترولیت گفته چنین ماده های را می نامند که گداخته یا محلول آبی آنها جریان برق را می گذرانند. به آنها مثال شده می توانند نمک ها، اساس ها و کسلات ها. الکترولیت ها قوی و ضعیف می شوند. الکترولیت قوی گفته الکترولیت را می نامند که در مولکولشان پوره به آنها جدا می شوند. به مثال کسلات ها کسلات سولفات، کسلات نیترات، کسلات بروم، یودید، منگنات، کلورات، کلورید و غیره ها. اساس ها هیدرواکساید های متال های اشقاری و اشقار زمینی به مانند هیدروکسید لیتی، هیدروکسید ناتری، هیدروکسید کالی، هیدروکسید کالسی، هیدروکسید باری، هیدروکسید سکندی و غیره ها. نمک ها اکثریت نمک های حل شونده به مانند کلورید کالی، کلورید ناتری، کلورید امیاک و غیره ها. ضعیف در محلول مولکولشان قسما به ایون ها جدا می شوند. کسلات ها همه کسلات های ارگانیکی و کسلات سولفید، فتورید، کربونات، سیلیکات، سولفات، ارتوفسفات و غیره ها. اساس ها محلول آبی NH3، اساس های در آب حل شونده و مانند هیدروکسید مگنی، هیدروکسید کوپروم، هیدروکسید سینکوم، هیدروکسید آهن، هیدروکسید آلومینی، هیدروکسید آهن 3، هیدروکسید خروم و غیره ها. نمک ها گالوگنیت ها، بعض متال ها، کلورید هیدروژنم، کلورید باری. نمک های بسیار اساسی کسلات های ارگانیکی به حساب می رود. درجه دیسوسیاسیا چیست؟ درجه دیسوسیاسیا گفته نسبت به عدد مولکول های به ایون ها تقسیم شده الکترولیت را
و عدد عمومی مولکول‌های حل کرده شده آن در محلول می نامند. آن را با الفا اشارت می کنند و واحدش فائز می باشد. چگونه کسلات را کسلات خوی می نامند؟ اگر انرژی پیوست شده پروتون و مولکول آب نسبت به انرژی کنده شده پروتون از مولکول کسلات زیاد باشد، آنگاه کسلات را کسلات خوی می نامند. خاصیت عمومی کسلات ها را نامبر کنید. یکم، قابلیت به اساس ها تاثیر نموده حاصل کردن نمک و آب. دوم، قابلیت دیگر کردن رنگ ایندیکاتور. سیوم، هنگام لمس کردن خاصیت صابون را داشتن.